قبل از سگم مردم بذارید بدن بیجان منو ببینه. اون مرگ رو میفهمه. اگر مرگ منو حس کنه میتونه برام گریه کنه و عزاداری کنه. ولی اگر بدن بیجان منو نبینه فکر میکنه ترکش کردم و منتظر برگشتن من میمونه. اگه من قبل از سگم مردم بذارید با هم خداحافظی کنه. سگ یعنی دوستی بدون محدودیت و وفاداری، یه بخشی از زندگی و دلیلی برای زندگی کردن. ما کی لم میدیم یه نفس آسوده بکشیم؟